ما همونطور که یادتون هست از اول سال صحبت ما بر این بوده که امسال ما گذاشتیم که در مورد بازگشت عیسی مسیح صحبت بکنیم و خادمین شما در همین جا یک جنبه هر کدام از جنبه‌های این مطلب رو برای شما صحبت کردند. یه وقت افتاد برای عید نوروز، ولی ما کماکان این مطلب رو ادامه میدیم. آنچه که من میخوام باهاتون در میون بذارم علائم بازگشت عیسی مسیح هستش. چه علائمی در واقع به ما خبر میده که عیسی مسیح برخواهد گشت و این مطلب چون طول و دراز هستش به احتمال زیاد در 3 جلسه باید این رو بتونم تموم بکنم برای اینکه جا بیفته. اگه از شما بپرسم که اوج نقشه نجات خدا کجا هستش، شاید همه شما یهویی با یک صدا برگردید بگید صلیب عیسی مسیح. چطور که حسین جانم اینجا در مورد جمعه الصلیب صحبت کردند و چون بله صلیب عیسی مسیح در نقشه نجات بشر واقعا جای بسیار حساسی رو داره در نجات ما انسان‌ها، شاید بگیم که اوج نقشه خدا صلیب عیسی مسیحه. ولی وقتی که از دید خدا به قضیه نگاه بکنیم، اوج نقشه نجات خدا صلیب عیسی مسیح نیست، بازگشت عیسی مسیحه. و مطلبی هستش که خیلی جالبه که در موردش به اون شکل زیاد صحبت نمیشه و ما هم به خاطر اینکه زیاد در مورد بازگشت مسیح صحبت نشده و در واقع فکر کنم که هالیوود بیشتر از کلیساها در مورد بازگشت مسیح صحبت کرده، به خاطر این همه فیلمایی که یه مقدار از کلام برداشتن، یه مقدار دیگه تخیل بهش انداختن، بیشتر صحبت کرده تا در کلیساها. ولی حقیقتاً هم بازگشت عیسی مسیح اوج نقشه نجات خداست. توضیح خواهم داد که چطور این مسئله هستش، ولی میخوام اول به عقب برگردم و مشخص بکنم که وقتی که ما میگیم که صلیب عیسی مسیح در نقشه ما نقشه بزرگی رو بازی میکنه، ببینیم که وقتی صحبت از نجات میکنیم منظور ما از نجات چی هستش که بازگشت مسیح اوجش هستش. و اگر ما نقشه نجات رو و خود نجاتی رو که در کلام خدا ازش صحبت میکنون رو درک بکنیم، موضوع بازگشت عیسی مسیح و اهمیتش رو هم درک خواهیم کرد. و زمانی که اهمیت بازگشت عیسی مسیح رو و اینکه این اتفاق خواهد افتاد این در ذهن ما جا بگیره، باور این مطلب در زندگی که امروز من و شما میکنیم اثر خودش رو خواهد گذاشت. و این از دید خدا خیلی مهم هستش، برای اینکه دائم ما در آیاتی که در این رابطه صحبت کرده میشه میبینیم که خداوند میگه آماده باشید، پس آماده باشید، پس آماده باشید، برای اینکه میخواد که این حقیقت زندگی رو که الان در این دنیا داریم تحت تأثیر خودش قرار بده و ما رو برای بازگشت عیسی مسیح آماده نگه داره. برای همینم میخوام یه خورده برم عقب و ببینیم که داستان نجات به چه شکل هستش که با اون چیزی که اغلب تو ذهن ما جا افتاده فرق داره. وقتی که به اولین آیه کلام خدا نگاه میکنیم، در اونجا میبینیم که به این شکل شروع میشه که در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید. در ابتدا خدا آسمان و زمین رو می آفرینه و بعد میگه که و زمین تهی و بائر بود. در عبریش تهو بهو هستش. وارد این قضیه نمیشم که تهی و بائر شد یا تهی و بائر بود. یه زمانی اگر کوروشان این افتخار رو به من بدن که در مورد پیدایش صحبت کنم، اون موقع این مسائل رو باز خواهم کرد، ولی امروز خیلی سریع میخوام ازش رد بشم. میگه که زمین تهی و باهر بود. اگر یه اسلاید یه خورده برید جلو، بله میبینم اون اسلاید اسلاید رو تک تک میشه حسین جان انداخت. آره اینا تک تک بودند، یهو نمیندازه. خب حالا اشکال نداره، برگرد عقب اسلاید رو. اینی که میبینید بی‌نظمه یک دایره است در چیز من سیاه، چون شما پشت صحنه‌اش رو عوض کردید متاسفانه
آنچه رو که من این همه زحمت کشیده بودم هم از بین رفته، ولی شما در نظرتون داشته باشید که این پشت صحنه‌اش همش سیاه هستش. عمدی بود که سیاه گذاشته بودم. و این که میگه تهی و بایر بود، شما خلقت رو در نظر داشته باشید، همه سیاه هستش. اینجا تهی و بایر یا تهو بهو در واقع مطرح میکنه آنچه که خدا داره می آفرینه. یک آفرینشی رو ما الان داریم که کاملا بی‌نظمی برش حکم فرماست، کاملا بی‌نظمی، و روح خدا روی سطح آب‌ها حرکت میکرد و یهویی میبینیم که و میگه که و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. در وسط این دایره تاریک من یه دونه چیز گذاشتم، یه دونه روشنایی، یه دونه دایره مثل این روشنایی بشود و بعد روشنایی شد و میگه که همه اونا رو. و بعد خدا دید که روشنایی خدا دید که اون که گفته خلقتی رو آفریده در روز اول نیکوست، میگه خدا گفت خیلی عالیه. و بعد این جمله رو ما داریم، میگه که و عرف بود و بکر بود روز اول. حالا اینجا در ترجمه فارسی و در ترجمه های دیگه عرف و بکر به عنوان شب بود و شام بود و صبح بود ترجمه شده، در حالی که معنی اولیه عرف و بکر شام بود و صبح بود نبود. زمانی که خدا آسمان ها و زمین را آفرید و تهو و بهو بود، عرف بود، بی‌نظم بود. و میبینیم که خدا حالا مرحله به مرحله در این عالمی که آفریده که برش بی‌نظمی هستش، مرحله به مرحله خدا در بطن این بی‌نظمی شروع میکنه نظم و قوام به وجود آوردن. عرب بود و بکر بود، بی‌نظمی بود و نظم بود روز اول. و بعد میره به روز دوم، میبینیم که دایره سفید بیشتر میشه و باز هم عرب بود و بکر بود روز دوم. و بعد میره بیشتر، عرب بود و بکر بود روز سوم، نظم بود و بی‌نظمی بود روز سوم. بعد میره روز چهارم و بعد میره روز پنجم و بعد میره روز ششم. در انتهای روز ششم میبینیم که خلقت به آخر رسیده، برای اینکه دیگه عربی باقی نیست، همه چیز بکره. اون دنیای بی‌نظمی که خدا شروع کرد درش کار کردن و آفریده بود و شروع کرد بهش نظم و قوام و نظام دادن، در انتهای فصل 6 میبینیم که دیگه همه چی در نظم بود. برای همینم روز هفتم شما دیگه عرب بود و بکر بود رو ندارید. علت این که شام بود و صبح بود روز اول، این عرب و بکر به عنوان شام و صبح ترجمه شد، به خاطر این بود که یهودی ها بعدها اومدن و این مسئله شب بود و روز بود رو به این شکل مطرح کردن. و اگر دقت کنید از همون موقع در تفکر ما انسان ها شب به منزله یک چیز بد، تاریکی به منزله یک چیز بد سمبل پیدا کرد و نور و روز یه چیز خوب. برای همینم هستش که وقتی که مسیح داره با فریسیان صحبت میکنه، میگه من میدونم الان ساعت شما رسیده است، و برمیگرده میگه ساعت تاریکی. برای همینم هستش که تاریکی یهویی صحبت از این میکنه که در تاریکی واقعا اون نظمی که باید وجود داشته باشه به چشم ما دیده نمیشه. تاریکی صرفا نبود الکترومگنتیک نیست، بلکه صحبت آن نظمی هستش که باید وجود داشته باشه و ما یک چنین نظمی رو شاید در تاریکی متوجه نیستیم. بعدها هستش که در این لغتنامه عبرانی عرب و بکر تبدیل میشه به شام و صبح. در اول شام و صبح نبود، بی‌نظمی و نظم بود. برای همین هم هستش که مسیح مطرح میکنه زمانی که بهش ایراد میگیرن که تو چرا در سبت داری کار میکنی، برمیگرده میگه که تا روزه من باید کار بکنم، شب میاد که دیگه کسی درش کاری انجام نمیده.
در روز هفتم خدا وقتی که نگاه میکنه به خلقتی که از بی‌نظمی کامل اکنون در نظم کامله و قوانین داره برش حاکمه و میتونه خودش رو تا به ابد باقی نگه داره، اینو که میبینه خدا در وجودش یک حسی میاد، حالا اسمشو بذاریم حس، که میگه شالوم. وجود خدا در راحتی و استراحت قرار میگیره زمانی که میبینه که اون نظمی رو که میخواست بر این عالمی که آفریده حاکم باشه از جمله انسان، الان کاملا سر جای خودش قرار داره. و چقدر جالبه که خدا همین رو برای انسان هم میخواست، برای اینکه روز سبت رو که 6 روز خدا همه جا رو خلق میکنه، روز هفتم استراحت میکنه. اراده خدا برای انسان هم این بود که یک چنین حسی رو از این که میبینه که زندگیش در نظم و قوام زندگیش همون جوری هستش که باید باشه، روابطش همون جوری هستش که باید باشه، این رو برای انسان هم خدا در ذهن خودش داشت. برای همینم روز هفتم روزی بود که خدا شالوم داشت. ولی به همین شکل باقی نمیمونه. چه اتفاق میفته؟ انسان دانسته، آزادانه، با اراده آزاد خودش انتخاب میکنه که جدا از خدا ادامه بده راهش رو، دیگه در ارتباط مستقیم با خدا راهش رو ادامه نده، جاها عوض بشه. و وقتی که انسان یک چنین کاری رو میکنه، اتفاقی که میفته اینه که حالا در این دنیایی که در نظم کامل هستش، ویروس ارو وارد میشه. بی‌نظمی به نظم دنیایی که عالمی که خدا آفریده وارد میشه. یه دونه اسلاید برو عقب. ما یه اسلاید کاملا سفید رو داشتیم اگر یادتون باشه. حالا یه دونه اسلاید برو عقب. بفرمایید. تاریکی وارد دنیایی شد که، یا ارو، بی‌نظمی وارد دنیایی شد که نظم وجود داشت. روز ششم چه اتفاق افتاده بود؟ انسان آفریده شده بود به صورت خدا، ترتیبش داده شد. یه اسلاید دیگه برو جلو. یعنی و داره همینطور این ارو به شکل فزاینده، به شکل پیشرونده داره بی‌نظمی همین طور میره که دنیایی رو که خدا در نظم خودش قرار داده بود فرو بگیره. و همینطور داره میره و همینطور داره میره و همینطور داره میره. و خدا وقتی که صحبت از نجات میکنه، صحبت از نجات ما انسان ها فقط نیستش که به خودمون دست گل بفرستیم بگیم من اشرف مخلوقاتم، خدا میخواد منو نجات بده. نه، خدا نمیخواد تو رو نجات بده، خدا میخواد کمپلت خلقت خودش رو نجات بده. برای همین هم هستش که در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 میگه خدا جهان رو اینقدر دوست داشت. نمیگه خدا مردم جهان رو اینقدر دوست داشت، نه، میگه خدا کسمو رو اینقدر دوست داشت، خدا عالم رو اینقدر دوست داشت که فرزند یگانه خودش رو داد. ببینید نجات ما اینجا رو 2 مرحله‌ای رو داریم. یکیش خلقتی هستش که خدا عزم کرده که نجاتش بده، و دیگری انسانی هستش که گند زد به این نظام و ویروس ارو رو وارد این نظام کرد. خلقت رو خدا نجات خواهد داد، نیازی نیست خلقت کاری انجام بده. خدا تصمیم گرفته که عالم خودش رو نجات بده، ولی در رابطه با انسانی که در این عالم وجود داره قضیه فرق میکنه. برای انسان به این شکل نیستش که نجات پیدا بکنه، نه خیر. انسان باید انتخاب بکنه که نجات پیدا بکنه، و اون هم با شرایطی که خدا تعیین میکنه، نه خود انسان. اینجوری هستش که انسان نجات پیدا خواهد کرد. برای همین هم هستش که وقتی که صحبت از نجات میکنیم، بازگشت عیسی مسیح اوج این نقشه نجاته، برای اینکه در این
مقطع‌هایی که وجود داشت، مسیح در یک مقطعی از این ارو پیش رونده به دنیای ما باز خواهد گشت. و اینجاست که علائم بازگشت عیسی مسیح معنی و مفهوم پیدا میکنه. اونجاست که وقتی که ما به صحبت‌های مسیح داریم نگاه میکنیم و یک سری علائم رو داره مطرح میکنه که شما میتونید اونها رو در متی فصل 24 و 25 ببینید، در روی کوه زیتون داره مطرح میکنه. اونجا هستش که میتونید نگاه کنید و ببینید که در عالم هستی این اتفاقاتی که قرار بیفته، زلزله ها، نمیدونم مرگ ها، میرها، بیماری ها، اینا، این در این مقاطعی که داره پیش میره در کجاست که عیسی مسیح داره مطرح میکنه که این نشانه هاست و من برخواهم گشت، که فکر میکنم که در جلسه بعد اونها رو باتون مطرح خواهم کرد، چون قبل از اینکه به اونجا برسیم لازم هستش که چند تا مطلب دیگر رو هم بهتون بگم. اولین مطلبی که میخوام براتون بگم این هستش که وقتی که ما به آیاتی که در رابطه با بازگشت مسیح صحبت میکنه نگاه میکنیم، اینطور برای ما متجلی میشه این آیات که انگار مسیح قرار بوده که در همون دوره رسولان برگرده، برای اینکه وقتی که عهد جدید صحبت میکنه از بازگشت مسیح، انگار که مسیح هر لحظه بردره و اینقدر این مسئله که مسیح در همین زمان باز خواهد گشت که حتی خود مسیح هم میگه در میان شما افرادی هستن که تا اون رو نبینم مزه مرگ رو نخواهند چشید. اونقدر برای انبیا، برای رسولان که نبوتی داشتن می نوشتن و به آینده نگاه می کردن، اینقدر این قضیه نزدیک بود که حتی یه عده در کلیسای تسالونیکی کار زندگی خودشون رو ول کرده بودن، لباس سفید پوشیده بودن، رفته بودن بالای کوه وایستاده بودن، منتظر بودن که مسیح از آسمان برگرده و اینا رو ورداره ببره. برای ما خنده‌داره، برای کلیسای تسالونیکی واقعا خنده‌دار نبود. علت اینکه خنده‌دار نبود برای این بود که اینها غذا نداشتن، خانواده‌شون غذا نداشت، کار نمی‌کردن که، بنابراین بقیه اعضای کلیسا باید برای اینا غذا اینا می‌برن که پولس کف میکنه از این قضیه و بعد شروع میکنه در نامه دوم، چون نامه اول در مورد بازگشت مسیح و اینکه چطور، در نامه دوم شروع میکنه که هر کس کار نکنه نان نخوره. بابا این چه وضعشه؟ قرار نیست به این شکل منتظر آمدن مسیح باشید. اینه که شروع میکنه اونها رو تصحیح کردن. مسئله‌ای که در نوشته‌های نبوتی وجود داره، نوشته‌های نبوتی یعنی نوشته‌هایی که درش به زمانهای آینده نگاه میکنه و در اون مورد صحبت میکنه. انبیا که در مورد آینده پیشگویی میکردن، اینها آینده رو با جزئیاتش نمیدیدن، آینده رو یه تصویر میدیدن. شما تا حالا حتما دیروز رفتید بیابون دیگه، باغ و فلان و بهمان اینا، کوه دیدید کوه یا ندیدید؟ عجب غریب نگاه نکنید، کوه اینجوریه، اینجوری، آره دیدید، پس کوه دیدید. وقتی که از دور نگاه میکنید، مثلا یه دونه کوه اینجوری میبینید، یه دونه کوه دیگه اینجوری میبینید، یه دونه کوه دیگه اینجوری میبینید و بعد به این شکل. و چون از دور به شکل دورنما یا تلسکوپی دارید میبینید، این که بین این کوه ها چقدر فاصله است، جزئیاتش چیه، آیا برید تپه وارد بشید، بلند شید برید بالا و فلان، نه، اینها رو در اونجا دیگه نمیبینید. انبیا هم به این شکل بودن. برای همینم شروع میکردن نبوت کردن، شروع میکردن بازگو کردن اون تصویر، ولی نمیتونستن جزئیات اون تصویر رو چیکار بکنن؟ برای ما مطرح بکنن. بذارید بهتون یه مثالی بزنم قشنگ روشن میکنه. شما وقتی که انجیل لوقا رو نگاه میکنید، مسیح در ابتدای خدمت خودش میره به کنیسه و اونجا وقتی که در کنیسه کلام میگه که و تومار اشعیای نبی رو دستش دادن و مسیح برگشت و اون جایی رو پیدا کرد که در اشعیا فصل 61 از آیات 1 به بعد داره در اونجا میگه و شروع میکنه مسیح خوندن. من مال اشعیا رو براتون میخونم. میگه که روح خداوند یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مسح کرده است تا مسکینان را مژده
آسوده دهم و مرا فرستاده تا شکسته دلان را التیام بخشم و اسیران را به آزادی و محبوسان را باز به آزادی ندا کنم و تا از سال پسندیده خداوند. مسیح که به اینجا میرسه ترمزو میزنه، دیگه نمیره جلو. ادامه این داستان چجوریه در قضیه اشعیا؟ تا از سال پسندیده خداوند و از روز انتقام خدای ما ندام و تمامی ماتمیان را تسلی بخشم و نمیدونم قرار دهم برای ماتمیان صهیون و به ایشان ببخشم تاجی به عوض خاکستر و میره جلو. ولی مسیح در وسط جمله تموم میکنه و برمیگرده میگه که این نبوت در گوش شما که الان شنیدید به انجام خودش رسید. چرا؟ برای اینکه تا اون قسمت در مورد ظهور اولیه مسیح داشت صحبت میکرد، از اون به بعد تا از روز انتقام خداوند ما در مورد بازگشت ثانویشه. ولی زمانی که اشعیا داشت به تصویر نگاه میکرد نمیتونست بین این دوتا فرق رو ببینه، برای همینم یک پارچه تمامی این مطلب رو مینویسه. این مشکلی هستش که ما با نوشته های نبوتی داریم و اگر این مشکل هستش که ما با نوشته های به اصطلاح نبوتی داریم، پس در تفسیرشون باید خیلی دقت انجام بدیم. یه نمونه دیگه بهتون میگم. در نبوت 70 هفته دانیال که در کتاب دانیال فصل 9 باهاش برخورد میکنیم که خیلی جالب هستش، در اون کنفرانس سمینار مکاشفه در موردش صحبت کردم. دانیال شروع میکنه آینده رو دیدن و مطرح میکنه از اون زمانی که کوروش اعلان میکنه که یهودی‌ها برگردن برن تا زمانی که به اصطلاح معبد بنا بشه و فلان و بهماینا 70 هفته قراره که اتفاق بیفته و بعد شروع میکنه یه 62 هفته و بعد شروع میکنه یه 7 هفته دیگه میشه 69 هفته. در انتهای 69 هفته مطرح میکنه که و مسیح منقطع خواهد شد، اورشلیم از بین خواهد رفت که همش در 70 میلادی همه اینها اتفاق میافتند و بلا فاصله اشعیای نبی وارد هفته 70 میشه و در هفته 70 ما مصیبت عظیم رو داریم، روزهای آخر رو داریم، اون هفت روزی که به اصطلاح جفا خواهد بود، لااقل 3 روز و نصفش جفا خواهد بود، در حالی که بین هفته 69 و هفته 70 دانیال نمیتونست فاصله رو ببینه. ما الان در اون دورانی هستیم که بین 69 و 70، ولی چون نبوتی داشت تصویر رو میدید، تلسکوپی تصویر رو میدید، دانیال نمیتونست تشخیص بده که بین هفته 69 و هفته 70 فاصله زمانی وجود داره. این مشکلاتی هستش که نوشته های نبوتی برای ما به وجود میارن. برای همینم این رو باید دقت کنیم. پتروس زمانی که این مسئله مطرح میشه که آقا چرا اینو داشتم میگفتم؟ برای این میگفتم که نوشته های رسولان رو وقتی نگاه میکنیم اونا طوری مینویسن که انگار مسیح همین الان برخواهد گشت یا در زمان اونها برخواهد گشت، در حالی که اونها تصویر دورنمایی میدیدن و نمیتونستن تشخیص بدن که فاصله زمانی براش وجود خواهد داشت. پتروس برای اینکه این مسئله رو مطرح کنه، یعنی تو به ما دلیلشو بگه، برمیگرده در دوم پتروس فصل 3 که در مورد زمانهای آخر صحبت میکنه، مطرح میکنه که اگر میبینید که هنوز مسیح باز نگشته، به این دلیل نیستش که خدا در وعده و در حرف خودش تأخیر میکنه. نه، خدا تأخیر نمیکنه. اینو از این دلیل داره میکنه که شما نجات پیدا کنید، فرصت برای توبه داشته باشید. و میدونید که طبیعت پدر ما رو در خواهد آورد، این خلقت پدر ما رو در خواهد آورد، برای اینکه خدا به خاطر ما انسانها داره تأخیر میکنه نجات رو. برای همینم باز پولس در رومیان فصل 8 میگه که تمامی خلقت با ما در آه و ناله است، منتظر روز نجات خودش، منتظر اینه که مسیح برگرده و این دنیای بی‌نظمی که داره همینطور بی‌نظمی درش پیش میره دوباره برگردونه، در قوام خودش قرار بده. ولی
پیش از اینکه برم سراغ علائم یه سوال دیگه مطرح میکنم. چرا مسیح باید برگرده؟ معمولا بر نمیگشتم. مگه دفعه اول که اومد چه گلی به سرش زدیم، گرفتیم صلیبش کردیم. معمولا بر نمیگشتم، گفتم ولش کنین، به هیچ دردی نمیخورم. و واقعا به هیچ دردی نمیخوریم، به خودمون دست گل نفرستیم. یادتون باشه خدا برای نجات شما نیامد، خدا میخواد تمامی خلقتش رو چی میگن نجات بده، اون خلقتی که ما گند زدیم بهش. ولی مسیح چرا باید برگرده؟ چند تا دلیل بهتون میگم که فکر کنم برای امروزمون کافی هستش. وعده های خدا در کلامش طلب میکنه که مسیح برگرده. وعده های خدا اصلاً این تفکر این جا رو برای ما باز نمیذاره که مثلا فکر کنیم مسیح بر نخواهد گشت. نه، وعده های خدا در کلامش طلب میکنند که مسیح حتما باید بیاد. تمامی عهد عتیق تمرکزش روی رهاننده است. همه عهد عتیق داره در مورد نجات دهنده صحبت میکنه و بشارت میده. شما از فصل 3 پیدایش وقتی که نگاه بکنید، وقتی که خدا داره با حوا صحبت میکنه تا آخرین کتاب عهد عتیق که کتاب ملاکی هستش که در اونجا در آیه 4 در فصل 2 میگه آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد و بر بالهای او شفا خواهد بود. تمامی عهد عتیق داره در مورد نجات دهنده و رهاننده صحبت میکنه. بین پیدایش فصل 3 تا ملاکی فصل 2 آیه 4 یا 4:2 کدومه؟ شاید 4:2 نه 2:4. بین این دوتا متن یعنی کتاب اول و کتاب آخر عهد عتیق ما بیش از 333 وعده پیشگویی در رابطه با ظهور این نجات دهنده داریم. و جالبیش اینه که بیش از 100 اونها یعنی 1/3 این پیشگویی ها در رابطه هست با آمدن اولیه مسیح که دقیقاً، ببینید روی دقیقاً من تأکید میذارم، زیرش هم خط میکشم، دقیقاً همانطور که گفته شده بود همه اتفاق افتادن. از محل تولدش بگیر، از نحوه مرگش بگیر، از حتی برخر سوار شدن و وارد شدنش به اورشلیم هم در عهد عتیق همه اومد و مو به مو تحقق پیدا کرد. و اگر 1/3 اونها تحقق پیدا کرده و 2/3 دیگرش در مورد بازگشت دومشه، بهتون میگم مولا درزش نمیره. اونها دقیقاً اتفاق افتادن و بقیه هم دقیقاً اتفاق خواهد افتاد، مولا درزش نخواهد رفت. برای همین هم هستش که در اون متنی که از اشعیا براتون خوندم که مسیح بلند شد و شروع کرد بخوندن تا وسط اون آیه که رفت که در مورد آمدن اولیه خودشه، اونجا توقف کرد، ادامه نداد و گفت الان در گوش شما که اینو شنیدید این به انجام خودش رسید. یعنی ظهور اول من انجام شد. مسیح میدونستش که بقیهش در مورد ظهور بعدی خودشه، برای همینم عمدن در اونجا متوقف کرد. بنابراین عزیزان من، اگر همه اونها اتفاق افتادن در مورد ظهور اولش، بقیه هم مو به مو دقیقاً اونطور که کلام میگه اتفاق خواهد افتاد. حتی خود مسیح به این مطلب اصلا به شکل مستقیم داره اشاره میکنه. اگر شما به متی فصل 25 که در واقع تمامی این وقایع و علائم اونجا هست نگاه کنید، در آیه 31 اما چون پسر انسان در جلال خود با همه فرشتگان مقدس خویش آید بر تخت جلال خودش بنشیند. میخواید بقیه هم بهتون بگم؟ و اون موقع گوسفندها و بزها در جلوش خواهند بود و داوری خواهد کرد و اونطور که چوپان بزها رو از گوسفند جدا میکنه، اونم به این شکل داوری خودش رو انجام خواهد داد. مسیح خودش مستقیما داره میگه که زمانی که پسر انسان از آسمان با جلال
آسمانی خودش همراه با فرشتگان بیاد. مستقیم داره مسیح در موردش صحبت میکنه و همینطور در این رابطه مزمور 2 رو دارید، اشعیا رو دارید، میکا رو دارید، ارمیا رو دارید، زکریا رو دارید که من دیگه وارد اون قضیه نمیشم. چرا مسیح باید بیاد؟ برای اینکه وعده هایی که خدا در کلامش داده طلب میکنه که مسیح برگرده. دیگه چی؟ تعالیم خود مسیح طلب میکنه که مسیح برگرده. چه تعالیمی؟ متی فصل 25 24 و 25 که عین همون ما در لوقا فصل 21 رو داریم. مسیح دارن به قول معروف با شاگردانش داره میره، شاگردان یه نگاه میکنن به معبد، میگن به به چه جلالی، چه شکوهی، چه بوف، چه بف. مسیح نگاه میکنه بهشون و به معبد که سنگی روی سنگی شما نخواهید دید. یعنی 2 سنگ رو نخواهید، اینقدر ناجور خراب خواهد شد که 2 سنگ رو هم دیگه باقی نخواهد موند. این اتفاق افتاد در 70 میلادی. تیتوس وقتی که اومد اورشلیم رو به کلی ویران کرد، اصلا معبد مخروبه بود. 2 سنگ نمیدیدی که رو هم دیگه مونده باشن و اتفاق افتاد. وقتی که مسیح این رو به شاگردان گفت، خب شاگردان بر اساس اون دورنمای تلسکوپی نمیتونستن آمدن اولیه عیسی مسیح رو با بازگشت ثانویش جداش بکنن، کما اینکه خود یهودیام نتونستن این رو جدا بکنن. برای همینم نتونستن مسیح رو بپذیرن، برای اینکه اونا منتظر بودن که یک پادشاه از نسل داوود بیاد و سلطنت الهی رو بر اسرائیل مثل زمان داوود و سلیمان برقرار کنه. با اینکه اشعیا فصل 53 رو داشتند ولی نتونستند این رو از هم دیگه جدا بکنن. برای همینم سنگ لغزش شد براشون. شاگردان هم همینطور بودن، همش تو این فکر بودن که سلطنت خواهد شد. وقتی مسیح این حرف زد که معبد سمبل در واقع حکومت خدا بود، گفتن ای اگر قرار معبد از بین بره، و بعد از مسیح سوال میکنن خداوندا اینها کی اتفاق خواهد افتاد؟ و در جواب این سواله که مسیح اینا رو میبره روی کوه زیتون نشستن. کوه زیتون، شما اسرائیل رفتید؟ اسرائیل نرفتید؟ منم نرفتم، ناراحت نباشید. آره، ولی عکساشو دیدم. درست روبروی معبد کوه زیتونه. حالا اینا نشستن مثل 13 به در روی کوه زیتون و دارن معبد رو نگاه میکنن. برای همینم این صحبت‌های مسیح در متی 24 و 25 به عنوان پیشگویی‌ها یا نبوت‌های کوه زیتون معروفه. از اونجا که نگاه میکنه، حالا صحبت میکنه و به اونها نشانه ها رو میگه که علائم بازگشتش چه خواهد بود، کی باز خواهد گشت رو در این 2 فصل برای اونها مطرح میکنه. خود تعالیم مسیح طلب میکنه که او پیش خواهد گشت. از این 2 فصل که رد بشیم بریم، در یوحنا فصل 14 2 تا 3 دل شما مضطرب مشود، به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. در خانه پدر من جا بسیار است، وگرنه به شما میگفتم میروم برای شما مکانی حاضر کنم. و اگر بروم و برای شما مکانی حاضر کنم، مسیح داره میگه، باز میآیم و شما رو برداشته با خودم خواهم برد تا جایی که من باشم شما نیز باشید. مسیح خودش داره مطرح میکنه که من باز خواهم گشت و شماها رو خواهم برد. در مرقس فصل 14 آیه 62 زمانی که مسیح رو گرفتن و دارن محاکمش میکنن و اینجا کاهن اعظم دیگه میخواد که دیگه حسابی تیر رو به هدف بزنه و از دهن خود عیسی در بیاره که بتونن او رو محکوم کنن به مرگ و مطرح میکنه، آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی؟ میگه خواهش میکنیم به نام خدا تو رو قسم میدیم که علانیه و آشکارا به ما بگو، آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی؟ و عیسی میگه من هستم. اگو ایمی. یادتون باشه که صحبت به یونانی اتفاق نمیفته، صحبت به آرامی داره اتفاق میفته و مسیح در واقع در جواب اینها داره میگه احیا،
که این همون حرفی هستش در کوه خدا به موسی خودش رو معرفی میکنه. احیا من هستم در یونانی تبدیل میشه به اگو ایمی و مسیح میگه اگو ایمی من هستم. این کافی بود که او رو بردارن و چی میگن به صلیبش بکشن، برای اینکه داشت خودش رو خدا اعلان میکرد. و مسیح ادامه میده و میگه و پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قوت نشسته در ابرهای آسمان می آید. مسیح خودش داره مطرح میکنه که من باز خواهم کرد. در متی فصل 24 در همون پیشگویی روی کوه زیتون در وسط صحبتاش مسیح از 3 مثل استفاده میکنه. یادتون از مثل ها؟ مثل 2 خادم هستش در اونجا که صحبت از اینه که آقا برخواهد گشت و وقتی که برگرده چیکار میکنه؟ حساب میخواد. مثل 10 باکره یادتونه فصل 25 صحبت میشه در اونجا. چند تا باکره بودند؟ 5 باکره بودند. 10 باکره بودن، 5 تاشون عقل داشتن، 5 تای دیگه عقل نداشتن، پیش بینی نکرده بودن، آماده نبودن برای بازگشت داماد و میبینیم که پشت در باقی میمونن. یا اون یکی قندهارها، مسیح قندهارها سپرده، آقا بر میگرده و حساب میخواد در رابطه با قندهارها که همه اینا در رابطه است با بازگشت آقا برای اینکه چیکار بکنه؟ برای اینکه افراد رو ببینه که آیا همون طور که مسیح گفته زندگی کردند یا نکردند. و این رو در وسط صحبت‌هایی که در رابطه با بازگشت خودش داره مطرح میکنه با اونها بهشون میگه. و یا سخن مسیح قبل از اینکه بره به آسمان، یا سخن اون فرشتگان وقتی که فرشتگان اینا همجوره دهنشون باز داشتن نگاه میکنن و مسیح داشت در آسمان میاد، فرشتگان میگن ای مردان جلیلی چی اینجوری دهنتون با دارید آسمان رو نگاه میکنید؟ همین عیسی که به این شکل در مقابل چشمان شما بالا برده شد باز خواهد گشت. در اعمال رسولان از آیه 1 تا 10 بخونید، در اونجا مسیح مخصوصا در آیه 10 مطرح میکنه که من باز خواهم گشت. بنابراین تمامی تعالیم مسیح وقتی که بهش نگاه میکنه، مسیح مستقیم با قضیه برخورد میکنه و داره میگه که من باز خواهم گشت، از آسمان باز خواهم گشت و در جاهای مختلفش روی این مسئله انگشت میذاره. وعده های خدا طلب میکنه که مسیح برگرده. تعالیم خود مسیح طلب میکنه که مسیح برگرده. روح القدس، شهادت روح القدس طلب میکنه که مسیح برگرده. ببینید ما در تیتوس میخونیم که در اونجا مطرح میکنه که خدا دروغ نمیگه. یا وقتی که به یوحنا نگاه میکنیم فصل 14 در اونجا میبینیم که روح القدس روح حقیقته. بنابراین به هیچ عنوان این امکان وجود نداره که روح القدس چیزی رو الهام بده و اون غلط باشه. حالا ببینید پولس در الهام روح القدس در قرنتیان، اول قرنتیان همون شروعش فصل 1 از آیات 4 تا 7 چی میگه؟ میگه خدای خود رو پیوسته شکر میکنم درباره شما برای آن فیض خدا که در مسیح عیسی به شما داده شد. دولتمند شدید در هر کلام و در هر معرفت، چنان که شهادت مسیح در شما استوار شد، به حدی که در هیچ بخشش بی‌نصیب نیستید، در هیچ عطا بی‌نصیب نیستید. و اینجا رو و منتظر مکاشفه خداوند ما عیسی مسیح می باشید. این عکس العمل کلیساست در قبال آنچه که روح القدس داره از طریق خادمینش الهام میده و به اونها مطرح میکنه. این همین مطلب در فیلیپیان فصل 3 آیه 20 اما وطن ما در آسمان است که از آنجا نیز نجات دهنده یعنی عیسی مسیح خداوند رو داریم انتظار میکشیم که شکل بدن ذلیل ما را تبدیل خواهد نمود تا به صورت بدن مجید او درآید. یا در رساله اول تسالونیکیان که اصلاً تمامی رساله در رابطه است با اینکه به اصطلاح مسیح کی خواهد کرد، بعد از مرگ چی خواهد شد، پولس مطرح میکنه زیرا خود خداوند با صدا و با صدای رئیس فرشتگان و با شیپور خدا از آسمان فرود خواهد آمد
و مردگان در مسیح اول اونها خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم، نبوتی یادتون هست فواصل رو پولس به درستی نمیبینه، داره مطرح میکنه. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال بکنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. چه آیاتی! نه فقط امید بسیار بزرگی رو برای ما داره، بلکه این اطمینان رو هم که عیسی مسیح باز خواهد گشت. و یه عالمه دیگه که نمیخوام دیگه بیشتر روش وقت بذارم. مورد چهارم، نه فقط وعده خدا، نه فقط تعالیم مسیح، نه فقط شهادت روح القدس، طرحی که خدا برای کلیسا داره طلب میکنه که مسیح برگرده. خدا برای کلیسا چه طرحی داره؟ جایگاه کلیسا کجاست؟ یکی از تمثیل‌های عالی که ما در رابطه با کلیسا و همینطور رابطه‌ای که کلیسا با مسیح داره می‌بینیم، تمثیل داماد و تمثیل عروسه. و آنچه که برای ماها که از مشرق زمین میاییم واقعا تصویر آشنایی، چطور داماد میاد دنبال عروس با شادی و زورنا و گاوال و تمامی اینها و بوخا و فلان و اینا، میاد عروس رو ور میداره از خونه باباش و میبره به خونه خودش. عین همین تمثیل رو ما داریم در مکاشفه، داره مطرح میکنه فصل 19 6 تا 9 و در اونجا ما میبینیم که میگه که داماد برای عروس خودش خواهد اومد. در واقع یکی از فصول خیلی عالی که ما در کتاب مکاشفه داریم عروسی بره است. زمانی که کلیسا رو بوده میشه، زمانی که در زمین مصیبت عظیمه ولی در بالا عروسی بره است، یعنی پیوستن کلیسا و خداوند با هم دیگه است. و برای همین هم هستش که دائم مطرح میشه که چطور عروس خودش رو برای داماد بی لکه، بی چین، بی چروک نگر میداره، لازم هستش که کلیسا هم خودش رو برای دامادش اینجوری نگر داره. این طرحی هستش که خدا برای کلیسا داره. کلیسا مال مسیحه، کلیسا عروس مسیحه و یک روز این داماد خواهد اومد که عروس خودش رو برداره و ببره. این اون چیزیست که طرح خدا هستش و یه عالم جزئیات دیگه که واردش نمیشم. طرحی که خدا برای کلیسا داره طلب میکنه که مسیح برگرده. مورد بعدی، فسادی که در دنیا وجود داره، بهتون نشون دادم، پیشرونده، ارو پیشرونده، طلب میکنه که مسیح برگرده. در متی فصل 16 آیه 27 زیرا که پسر انسان خواهد آمد در جلال پدر خویش به اتفاق فرشتگان خود و در آن وقت هر کسی را موافق اعمالش جزا خواهد داد. بازگشت مسیح برای اینه که فساد دنیا رو محکوم کنه و داوری کنه و مجازاتش بکنه. این نیستش که فساد در خواهد رفت، این نیستش که فاسد از دست خدا در خواهد رفت. فراموش کنید اون مسیحی که در روی صلیب خوار و نزار بود. نه، این دفعه مسیح از دهانش شمشیر دودمه بیرون هستش، شعله های آتش، خداوندی که در قدرتش ایستاده و فقط داره برمیگرده داوری کنه. باور نمی کنید 7 نامه ای رو که به اصطلاح در مکاشفه برای کلیسا هست نگاه کنید. به کلیساهای خودش نامه میفرسته مسیح، مهمترین نامه هایی که ما در عهد جدید داریم، حتی بالاتر از نامه های پولس، برای اینکه نامه‌های خود عیسی مسیحه و داره به کلیسا می‌نویسه اعمال تو رو میدونم، برای همینم حواستو جمع کن. اگر دست و پای خودتو جمع نکنی و خودتو اصلاح نکنی، میآیم و چراغدانت رو منتقل خواهم کرد. هر که گوش داره بشنوه که روح به کلیسا داره چی میگه. حرفای تکان دهنده برای اینکه بازگشت مسیح در رابطه است با داوری، در رابطه هست با اینکه خدا شروع میکنه فساد دنیا رو زیر محکومیت آوردن. در یوحنا فصل 5 آیه 25 تا 29
به شما راستی میگم ساعتی میگوید بلکه اکنون است که مردگان صدای پسر خدا رو میشنوند و هر که بشنود زنده گردد. زیرا همچنان که پدر در خود حیات دارد همچنین پسر را نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته و داده باشد و به او قدرت بخشیده است تا داوری کند. مسیح گفت همه داوری در دستای منه. وقتی که مسیح برگرده دیگه زمان نجات یافتن نیست. زمان نجات یافتن الانه. زمان آماده بودن و آماده شدن الانه. وقتی که مسیح برگرده زمان داوریه. اینها برای این هستش که من و شما بیدار باشیم، این حقایق رو بدونیم که بر زندگی که الان داریم میکنیم اثر بذاره. هیچ چیز از دست خدا در نرفته. دقیقاً همونطور داره تاریخ و زمان به پیش میره که در کلام خدا هستش. متی فصل 24 و 25 رو نگاه کنید. اونجا نشانه هایی داره مطرح میکنه که اگه شما به اون اسلایدایی که داشتم برگردید که چطور تاریکی وارد دنیای نظم شده، خواهید دید که همش در رابطه است به این که چطور نظام و قوامی که خدا قرار داده همه دارن از بین میبرند. بازگشت مسیح در رابطه مستقیم با داوری خداست. یهودا 14 تا 15 لیکن خنوخ که هفتم از آدم بود درباره همین اشخاص خبر داده، گفت اینک خداوند با هزاران هزار مقدسین خود می آید تا بر همه داوری کند. پس انگار قبل از داوری مقدسین نزد مسیح هستند که قراره اینجوری اتفاق میفته و همه بیدینان را محکوم کند و بر همه کارهای بیدینی که ایشان کردند و بر تمامی سخنان زشت که گناهکاران بیدین به خلاف او گفتند. میاد داوری کنه. پیشیم نیست. نمیاد خداوند محبت همه رو میبخشه. ابدا اینطور نیست. زمان بخشش از خدای محبت زمان فیض الانه. ولی اون موقع دیگه متاسفم دیر شد. مثل اون باکره ها بیرون موندن و برمیگردیم که شما رو اصلا نشناختم. نمیگه میشناختم ولی خب آماده نبودید. میگه برید. حتی در یک جای دیگه میگه که برید از من دور شید ای شریران، شما رو هیچ وقت من نشناختم. میگه ای بابا ما به اسم تو دیو بیرون میکردیم. میگه هیچ وقت نشناختمت. که تو از خودت داشتی لیبرو بازی میکردی، برای من بازی نمیکردی. پس میبینید چقدر سخته حرفا. برای همینه که باید خودمون رو جمع و جور کنیم. دوم تسالونیکیان فصل 1 آیه 70 و شما را که عذاب میکشید با ما راحت خواهد بخشید. چقدر عالی. خدا رو شکر به ما داره امید میده. ولی در هنگامی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان نیرومند خود ظهور خواهد نمود در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید. ای بابا خدا که انتقام نمیکشه. ما گفتیم خدای محبت. انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا رو نمیشناسند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح رو اطاعت نمی کنند که ایشان به محکومیت هلاکت جاودانی خواهند رسید. و ادامه فصل. من دارم مستقیم از کلام براتون میخونم، از خودم در نمیارم. مکاشفه 9 11 و 16 که جز آخرین مراحل در واقع تاریخ انسانی که ما داریم و در اونجا هم بر لباس و ران او چی میگن قادر مطلق رب الارباب و بعد میبینیم که میاد که داوری کنه. ظهور عیسی مسیح، بازگشت عیسی مسیح در واقع مطرح میکنه که داوری هستش. بنابراین فساد دنیا طلب میکنه که مسیح برگرده، برای اینکه آن ذات الهی که عادله نمیتونه با ظلم کنار بیاد و اون رو بی جزا ول بکنه. مورد بعدی آینده اسرائیل طلب میکنه که عیسی مسیح برگرده. خدا برای اسرائیل نقشه داره. این نیستش که خدا اسرائیل رو انتخاب کرد، اسرائیل گند زد، خدا هم گفت میدونی چیه گند زدی منم گند تو میمالم به سر صورت خودت. نه، خدا براش نقشه ابدی داره. در زمانهای آخر اونها رو برخواهد گردوند، اونها رو احیا خواهد کرد. در زکریا باب 12 آیه 10 بر خاندان داوود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و التماس ها را خواهم ریخت و بر من که نیزه زدند،
خیلی جالبه. و بر من که نیزه زدند خواهند نگریست و برای من مثل نوحه‌گری که برای پسر یگانه خود نوحه میخواند سوگواری خواهند نمود. و برای مانند کسی که برای نخست‌زادش ماتم گیرد و همینطور داره میره جلو و در مورد اون نقشه‌ای که برای اسرائیل داره صحبت میکنه. و در رومیان فصل 11 آیه 25 تا 27 در واقع رومیان فصل 9 تا 11 در مورد اسرائیل صحبت میکنه و در مورد اینکه آیا این قوم برگزیده چی خواهد شد چی نخواهد شد. مسئله برگزیدگی اونها رو زیر سوال قرار میده و همینطور برگزیدگی ما رو در اونجا میگه که ای برادران نمیخواهم شما از این راز بیخبر باشید که مبادا خود را دانا انگارید که سخت‌دلی بر بخشی از اسرائیل حکم فرما شده است تا وقتی که شمار کامل غیر یهودیان چیکار بکنن داخل گردند و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند یافت، چنان که نوشته شده است که از صهیون نجات دهنده ای خواهد آمد و بیدینی را از یعقوب خواهد برداشت و این از عهد من با ایشان در زمانی که گناهانشان را بردارم. این اون اراده که خدا برای اسرائیل داره، بیدینی را از یعقوب از اسرائیل بر خواهد داشت و آنچه رو که به داوود وعده داده، آنچه رو که در عهد اول با ابراهیم عهد بسته، اون رو به جا خواهد آورد. برای همینه که مسیح گفت ابراهیم روز مرا دید و شادی کرد. نابودی شیطان طلب میکنه که مسیح برگرده. شیطان آن دشمن دیرینه، اونی که یک چنین وضعیتی رو از طریق انسان آدم وارد این دنیا کرد. یادتون است مسیح گفت شیطان رو دیدم که مثل برق از آسمان افتاد. داوری هست بر شیطان. به این شکل نیستش که چی میگن شیطان بتونه قصه در بره. وقتی که به مکاشفه نگاه میکنید در اون جنگ هارمگدون، دیگه من آیاتشو براتون نمیخونم، وقتی که مسیح بر میگرده با مقدسین از آسمان، نبی کاذب و دجال، اون شبه مسیح، اونی که مسیح قلابی بود، اونو میگیره و میندازدش تو دریاچه آتش. ببینید شیطان هم زبله دیگه. همونطور که خدای ما خدای تسلیسه، او هم برای خودش تسلیس منتها از نوع خبیثش رو راه انداخته. خودش به عنوان نقش خدای پدر رو بازی میکنه، دجال نقش عیسی مسیح رو و روح پلید و ارواح پلید نقش روح القدس رو، و میگه که دجال و اونو میندازدش دریاچه آتش کن فیکون و شیطان رو هم برای 1000 سال میندازدش در بند که بعدها در این رابطه صحبت خواهم کرد. نابودی شیطان طلب میکنه که مسیح برگرده. دیگه یه مورد دیگه هم اشاره میکنم و ولتون میکنم. امید مقدسین، امید مبارک مقدسین طلب میکنه که عیسی برگرده. پتروس وقتی که به کلیسای جفا دیده در نامه می نویسه، داره به اونها میگه که شما امید مبارکی دارید و آن سختی هایی که الان توش هستید آزمایش ایمانتونه که چی بشه؟ که آن ایمان شما چطور طلا در آتش سوخته میشه و قشنگ خالص میزنه بیرون که درش اونی که اونو داره قال میذاره تصفیه میکنه، عکس خودش رو میده که اون هم چی بشه؟ خودش رو دیده بشه و میگه این خیلی عالیه، گرانبهاتر از هر چیز و برای سپاس و جلال و حرمت یافت میشه در حین ظهور عیسی مسیح. زمانی که عیسی مسیح برگرده عزیزان، تمامی این زجرها و آزاری که کلیسا هر کدوم از شما در توش قرار دارید، اونها شماها رو قال یافته، تصفیه شده، عالی، خیلی براق و روشن در حضور خداوند قرار خواهد داد. این اون امیدی هستش که به ما قوت میده که سختی ها رو تحمل کنیم. این امیدی هستش که به ما قوت میده که دائم خودمون رو آماده نگه داریم برای بازگشت عیسی مسیح. پولس به تسالونیکیان داره اینطور می نویسه 1:4-7: به حدی که خود ما در مورد شما در کلیساهای خدا فخر می کنیم. برای چی؟ به خاطر صبر و ایمانتان در همه زحمات شما و عذابهایی که دارید متحمل می شوید، که دلیل است بر داوری عادل خدا تا شما سرافراز پادشاهی خدا بشوید که برای آن زحمت هم میکشید. و بعد ادامه در هنگامی که خداوند ما از آسمان با فرشتگان نیرومند خودش ظهور بکنه، اون وقت
شما راحتی خواهید یافت. مسیح برخواهد گشت. به هیچ عنوان راه نداره که مسیح برنگرده. از اون ساعتش خبر نداریم. خود مسیح گفت از اون ساعت و اون لحظه و کی اتفاق خواهد افتاد خبر ندارید. هیچ کس خبر نداره. حتی برمیگرده میگه میدون چیه؟ حتی پسر هم خبر نداره. یادتون باشه مسیح در بدن انسانی خودش دو طبیعت الهی و بشری رو با هم داشت. هم خدای کامل بود، کاملا خدا بود، هم کاملا انسان بود. و جالبه که در زندگی مسیح میبینیم که مسیح خودش به اختیار سویچ میکنه. کی در بعد الهی عمل کنه، کی در بعد انسانی فقط عمل کنه و کی به قوت روح القدس عمل کنه. در یه جاهایی هست میبینیم مسیح از قوت الهی خودش استفاده میکنه. قلب انسانها رو میدونه چی میگذره. برمیگرده به اونها میگه که چرا به دل خودتون این افکار چخان رو راه میدهید؟ کدام آسانه؟ گفتن این که بلند شو برو یا گفتن این که گناهان تو بخشیده شد؟ از قلب ها آگاهه. در یوحنا میگه که مسیح نیازی نداشت کسی در مورد انسان بهش چیز بگه، برای اینکه هر چیزی که در وجود انسان بود او خبر داشت. در جاهایی هست مثل همینجا که مسیح انتخاب میکنه که در بعد انسانی عمل کنه و برمیگرده میگه که پسر هم از اون ساعت خبر نداره. اگر از بعد الهی عمل میکرد خبر داشت. با هم نقشه رو کشیده بودند. ولی از بعد انسانی پسر هم خبر نداره. چرا اینو داره میگه؟ برای اینکه میخواد اینجوری بگه وای نایستید تا لحظه آخر 5 دقیقه مونده بگید خداوندا منو ببخش، به گناهانم اعتراف کنم، تو رو به عنوان پسر خدا قبول میکنم. نه، حتی ممکنه این فرصت رو هم نداشته باشید. مسئله 10 باکره رو یادتون بیاد. فکر کردن که داماد دیر خواهد کرد، برای همینم گرفتن خوابیدن و اون مشعلا پت 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 خاموش شد. بله، اگر میدونستیم مسیح کی میاد 3 دقیقه مونده گل میزدیم، آنن توبه میکردیم، همه چیز فیض دیگه. ولی مسیح گفت نه، شما از اون روز و از اون ساعت خبر ندارید. نمیدونید آقاتون اول شب برمیگرده، وسط شب برمیگرده، آخر شب. پس آماده باشید. آماده باشید. مسیح برخواهد گشت. آنچه که به من و شما مربوطه اینه. آماده هستیم؟ آماده هستیم؟ چند نفر از شما مطمئنید از اینجا نرفتید بیرون اتوبوسی که داره رد میشه شما رو زیر نمیکنه؟ ایشالله که زیر نمیکنه. ولی با ایشالله من نیست. نگاه کنید ببینید زندگی چقدر شکننده است. نیست؟ یهو خبر میاد شنیدی علی مرد؟ بابا چطور علی مرد؟ او که دیپلم داشت. خب اینو ما به جوک میگیریم برای اینکه از مرگ میترسیم. باور میکنیم ما از مرگ میترسیم؟ چند دفعه شده وقتی میگیم مرگ میگن اینجوری میکنیم، ولی علیرغم اینجوری ما و زبونم لال مرگ میاد. در همین کرونا چقدر از این افرادی که فکر میکردن که زنده خواهند ترتیبشون آنن داده شد. همین افرادی که در اوکراین هستند و همینطور توپ تانک مسلسل داره میزنندشون. آماده هستیم؟ با آمادگی زندگی میکنیم؟ دم تسالونیکیا گرم، لباس سفید پوشیدن رفتن بالای کوه منتظر شدند برای اینکه میخواستن آماده باشند. لباس ما سفیده به عنوان کلیسای خداوند، بی لکه، بی چین، بی چروک. یادتون باشه وقتی برگرده داوریه ها، آتشه ها، انتقام خواهد کشید. دلتون رو خوش نکنید به خدای محبت در اون زمان، برای اینکه اون موقع خدای انتقام گیرنده است. اون موقع فیض دیگه به آخرش میرسه.
شما رو میترسونم؟ البته که دارم میترسونمتون. خودمو میترسونم، داره دست و پام میلرزه. البته اگر قراره برگرده که برخواهد گشت، آیا من آماده هستم؟ چون وقتی برگرده دیگه فرصت تمومه و برای من جز آتش ابدی چیز دیگه وجود نداره. دندان به هم ساییدن، گریه. دانستن این مطالب باید روی زندگی الان من اثر بذاره. و اگر این مطلب رو میدونید اثر نمیذاره، بیخیال شید. خواهد اومد و داوریه. اگر اثر میذاره، به حضور خدا بیاییم. خداوندا، من هم در این عالم قرار دارم که بی‌نظمی بهش افتاده. به زندگی منم این بی‌نظمی اومده. عرف به زندگی من هم اومده. زندگی روحانی منو از قوام خارج کرده، ولی میخوام برگردم به اون قوام. میخوام تو بر من حاکم باشی. میخوام در حضور تو باشم. خداوندا بیمانی منو امداد کن. خداوندا با توبه، با اعتراف به حضور تو میام. خداوندا هر چی رو که لازم دارم، خداوندا بگو، اعتراف میکنم و بهت قول میدم که در قوت روح تو کماکان هر روز خودم رو آماده نگه دارم. خداوند به این اهمیت نمیده که شما گناه میکنید یا گناه نمیکنید. خداوند میدونه که گناه میکنید. خداوند میدونه که گناه میکنه فریدون. آنچه که خداوند میخواد بدونه اینه با گناه چجوری برخورد میکنه. در گناه ساکن میشیم هر کسی یه ضعفی داره، یا اینکه میگی نه این منو از آماده بودن خارج کرد، ای خداوند بر من رحم کن، و تلاش میکنه اون جایی رو که باعث شد که سقوط بکنه بپوشونه. آماده باید بشیم، چون از این روز از اون ساعت خبر نداریم. در صحبت‌های بعدیم علائم رو به شما خواهم گفت که ببینید که چقدر دیگه به آمدن خداوند نزدیک شده. سرپا بایستیم.